به نام بی همتا، یک داستان فوق‌العاده جذاب و واقعی که برای ما درس بزرگی داره. پسر بچه‌ای بود که تو راه مدرسه از راه دستفروشی جلوی در خونه‌ها هزینه‌های خودش رو تامین می‌کرد. یه روز که خیلی گشنش میشه، می‌بینه تو جیبش یه 10 سنتی بیشتر نداره. در یه خونه‌ای رو میزنه تا طلب غذا بکنه. یه خانم زیبا در رو باز میکنه. اون به جای اینکه طلب غذا بکنه، درخواست یک لیوان آب میکنه. خانم که متوجه میشه خیلی گرسنشه، یه لیوان بزرگ شیر در اختیارش قرار میده. زمانی که میخوره میگه من چقدر باید بپردازم؟ خانم میگه مادر ما قبلا به ما یاد داده که بابت مهربونی هزینه ای دریافت نکنیم. سالها میگذره، اون خانم دچار بیماری سختی میشه که پزشکای شهرشون نمیتونن مداواش بکنن و اونو تو بیمارستانی توی پایتخت میفرستن. زمانی که دکتر هاوارد کلی پروندهش رو مطالعه میکنه و میبینه که اون از چه شهری اومده، هیجان زده میشه. خودش رو سریعاً به اتاق بیمار میرسونه و تو اولین نگاه اون رو میشناسه. اون همون خانم بود. دکتر هاوارد کلی مبارزه خودش رو برای شکست دادن این بیماری شروع میکنه. روزها میگذره و بالاخره اونها موفق میشن این بیماری رو شکست بدن. زمانی که صورت حساب برای خانم بیمار فرستاده میشه و در پاکت رو باز میکنه، یه چیز جالب میبینه. انتهای اون نوشته بود مادر شما درست میگفت. بابت مهربونی هزینه ای دریافت نمیکنن، اما شما قبلا هزینه این درمان رو از طریق یک لیوان شیر پرداخت کردید. دکتر هاوارد کلی.